سلام، من اومدم با آنباکس کلی وسیله هنری که امروز تک به تک اینا رو از فروشگاه هنری خریدم. منظورم فروشگاهی که لوازم هنری داره. میخوام تک به تک اینا رو براتون توضیح بدم که برای چی ان، چطوری، برای چه چیزای استفاده میشن و تک به تکشون رو میارم جلوی دوربین رو با هم دیگه نگاه میکنیم. خب اگه که موافق باشین اول از همه بریم سراغ اولین چیزی که برای هممون شناخته شده است و اون بوم نقاشیه. برام که بومو بیارم و قیمت ها رو هم بهتون میگم. خب ببینید این بوم نقاشی ونگوگ هستش، یک بوم 20 درسیه همونطور که میبینین. این بوم بذارید بازش کنیم مگه که باز بشه. خب همچون به نظرم بهتره که ببینیم. بذار بازش بکنیم حالا که خیلی حس خوبی داره که آدم بوم نقاشی رو باز بکنه. من خیلی حس خوبی دارم نسبت به باز کردن بوم نقاشی. آنباکسش. خب این بوم ونگوگه، شما ببینید افتاد. این سایزش خیلی مناسبه واسه نقاشی ها، یا حالا مثلا کسی که تازه اولین بارشونه میخوان روی بوم نقاشی بکنن. یه سایزی داره که آدم نمیترسه از اینکه روی این بوم نقاشی کنه انگار، و میتونه برای شروع خیلی گزینه خوبی باشه. بافتش هم خیلی خوبه، قیمتش هم در حال حاضر که الان خرداد 1404 توی فاکتور زده شده. قیمت خب اینو متاسفانه من توی این فاکتور ندارمش، چون برای این به من اینو از یه طبقی خریدم با چند وسیله دیگه که فاکتورش رو به من اون طبقه نداده. ولی خب فکر نمی کنم زیاد باشه، شاید یه چیزی هلوش مثلا زیر احتمالاً 70 تومن اینو باشه. خب این از بوممون، اینو بذاریم کنار. خب حالا بریم سراغ توضیحات چیزای دیگه. دومین چیزی که فکر کنم براتون خیلی آشنا باشه این بشقابای سفالی است. اینا رو بندازم بعد توضیحات اونا رو میدم. این بشقاب سفالیا برای نقاشی هست که با آکریلیک میکشن یا حالا گواش و اینا میکشن روی اینا. البته خب این یک کاربردشه که من دارم میگم. شما ببینید به هم گفتش که در واقع این بشقاب اگر یک بار دیگه بره کوره کاملا قابل استفاده هستش، که خب حالا من نمیخوام بفرستمش کوره و فقط میخوام در حد این که همون روش نقاشی کنم انجام بدم. من میخوام با گواش اینو رنگ بکنم. اولین تجربه نقاشی با گواش هم میخوام روی این داشته باشم، روی سفال. یعنی در اولین تجربه نقاشی روی سفالم رو با گواش داشته باشم. و خب قیمتش هم که زده 17,500 و سایزش هم منظوری بشقاب معمولی پلوخوریه که داریم توی خونه همون. نقاشی که با در واقع گواش روی این من میخوام بکشم رو قراره که با این فیکس بکنم. اسپری کیلر نوشته اینجا، حالا این مشخص باشه. بعد اسپری کیلر برای در واقع حالا برق انداختن و اینا هستش و گفته که واسه روش نشونتون بدم، نوشته که برای چوب، فلز، سرامیک، پلی استر و غیره به کار میره. گفته که اینو نشون بدم دقیقاً.
اسپری کیلر واکو از بهترین رزین جهت براق کردن سطوح و حفاظت آنها ساخته شده. یعنی براقش میکنه، حالا حفاظتی هم داره. مقاومت در برابر رنگ پریدگی، زردگرایی و مه‌آلودگی که به دلیل رطوبت، گرما و اشعه فرابنفش تولید میشه. فاقد اسید، زمان خشک شدنش هم مناسب با چسبندگی عالی از ویژگی این اسپری است. خب به من گفتن اگه که میخوای نقاشی تو در واقع روی این فیکس بکنی، ببخشید برق بندازی و اینا، باید از این اسپری استفاده بکنی، نه اسپری فیکساتور. و گفتن با فاصله مناسب، یعنی مثلا یه فاصله 30 سانت 40 سانت باید اسپری بشه که به قول معروف قاطی نشه رنگای گواشت با هم. اگه اینو رعایت بکنی اوکی. و این که گفتن روی رنگ سفید نباید بزنیش، روی رنگ سفیدی که به کار بردی، وگرنه زرد میکنه نقاشیو. خب این از این موردی که میخوام بهتون معرفی کنم خمیر هوا خشک برند داس هستش. این 250 گرمه و کارش در واقع اینجوریه که شما وقتی که بازش میکنید مثل گل که تو سفالگری استفاده میشه بهش حالت میدین و بلافاصله هم حالا میذارید که خشک بشه. به من گفتن که این برند اصلا ترک بر نمیداره. نهایتش اگر که ترکی برداشت با آب میتونید مثلا به قول معروف ترمیمش بکنید. و اینکه خب وقتی هم که استفاده میکنید هر چقدر که باقی بمونه باید به محکم ترین حالت ممکن اینو به قول معروف مهرمومش کنید که خشک نشه. من یه وزن کمش رو گرفتم که حالا امتحان کنم و در واقع دوست دارم که چیزای مختلف رو امتحان کنم. یه حجم کوچیک گرفتم و اینکه خب با این قلموها و این اینجا مشخصه وسیله های پلاستیکی هستن، حالت مختلفی دارن، میتونید حالت بدید. ولی من به شخصه از همچین چیزی نخواستم استفاده کنم، میخوام که با دستم حالت بدم. اون چیزی که مد نظرمه با دست ساخته میشه. اینم از خمیر هوا خشک. و بعدش هم خمیر هوا خشکتون رو با حالا آکریلیک، گواشه، هر چیز دیگه میتونید رنگ بکنید. بریم سراغ معرفی بعدی. خب حالا میرسیم به معرفی این یکی. این در واقع تکسچر سرامیک هستش که حالت خامه‌ای داره و شما اگه دقت کردید یه سری نقاشی هستن مثلا روی همون بشقاب سفالی کشیده میشن و مثلا گلبرگش برجسته است، خیلی برجسته است. اینا از طریق تکسچر سرامیک ساخته میشن و شما حتی از این میتونید روی بوم، چوب و هر چیز دیگه که بخواید استفاده بکنید و سطح‌های برجسته خیلی زیبایی در بیارید. تکسچرها حالت مدل‌های مختلف دارن. تکسچر سرامیک اون چیزی هستش که برای کاری که من میخواستم مناسبه. وزنش 500 گرمه. قیمتش هم ببینم چقدر زده، نیم کیلویی هستش و 78,000 تومنه. این تکسچر رو شما باید به وسیله مثل فکر میکنم بتونه اینا میمونه ولی احتمالا نرمتر باشه. حالا آنباکسش که بکنم موقع استفاده بهتون میگم. ضمناً این توی نایلون الان و توی ظرف، هر وقت کارتون همونجا باید نایلون رو ببندید، گره هم این در اینو هم ببندید که خشک نشه چون زود در اثر هوا خودشون میگیره. این تکسچر رو شما باید به وسیله اون کاردکایی که اونجا میبینین بردارین و بزنین روی بومتون یا حالا سطحی که میخواین، یا اینکه توی قیف بذارید یا نایلون فریزری برمیدارید. حالا بعد اینا رو توضیحات بیشتری داره ولی اون نوک قیفتون رو به اون حالتی که میخواید برش بزنید و روی سطحتون مثل کیک حالا ماسوره کنید و اینا. من کاردک رو هم بیارم که نشونتون بدم.
خب حالا اینم از کاردک هایی که برای تکسچر خریدم. کاردک ها دو مدلن، حالا یا تکیان یا ست هستن، یا اینکه شما باید دقت کنید یه نکته رو، اینا حالت بهشون میگن محکم، اینا محکمه، نگاه کن تکون نمیخوره. یه مدل های دیگه شون هست که منعطفن، یعنی میذاریشون منعطفه ولی نگاه کن اصلا کج نمیشه. منعطفا برای رنگ روغنه، ولی اینایی که محکمن برای کار با تکسچر هستن. این نکته رو حواستون بدید. این ستش هم شده 5 تاییش 231,000 تومان. حالا بریم سراغ معرفی وسیله بعدی. حالا نوبت معرفی پودر سنگ هستش. همونطور که می‌بینید این یک بسته پودر سنگ 1 کیلویی هستش که اینو شما باید با آب ترکیب بکنید. روش هم ببینید نوشته برای اینکه ظرف و اشیاء دکوراتیو درست بکنید، مثلا جا شمی، گلدون، جای جواهرات و اینا، و در واقع مجسمه و اینجور چیزا، با آب باید مخلوطش بکنید و سریع هم خودشون میگیره. اما خب چون که پودر سنگ سفید هست، شما باید با یه چیزی رگه دار بکنید که طرحتون خوشگل شه. من رنگ مشکی خریدم. این در واقع رنگ خمیری پودر سنگ، اینجا نگاه کنید نوشته رنگ خمیری پودر سنگ که کارتون رو رگه دار میکنه. این هم قالبش هست، این هم قالبه. من این قالب رو خریدم، مشخص یعنی طرح برگه. اینجاش ساده است، اینجا هم 3 تا قسمت میشه که شما میتونید چیزاتون رو بچینید توش. این کار در واقع این کار وقتی حالا آمادش کردین به صورت تزیینی استفاده میکنید ازش. قیمت چیزا هم بهتون بگم، این تلقش 47,000 تومنه. پودر سنگ متا هم 55,000 تومن هستش و پودر سنگ متا هم 55,000 تومنه. پودر خمیری پودر رنگ خمیری 67,000 تومن بود. اون متای 55,000 تومن بود. ببینم حالا 2 قلم دیگه مونده که اونا رو الان نشونتون میدم. خب اینا که فکر کنم دیگه همه بشناسن دیگه چیه. اینا گیره چوبی هستن، فانتزی هم هستن که من خریدم. اینم تنابشونه، نخ کنفیشونه در واقع، که باهاش نقاشیامو که توی کانال یوتیوب هم دیدین، پوستری که طراحی کردم و با اینا در واقع روی تناب آویزون میکنم و یه گوشه از اتاقمو خوشگل میکنم باشون. اینجوری دیگه همش چیز نقاشیام جلوی چشم من، حالا خوب میگیرم و اتاقم خوشگل میشه. این از این. مورد بعدی هم این هستش. باهوشاش قبل از اینکه بگم چیه ببینم میتونن حدس بزنن، یه فرصت مناسبی بدم. خب تصویر زوم کنم، تو این تایم فرصت دارید که تا تصویر اوکی میشه حدستون رو بزنید. ببینید خب این پاکن خمیری فابر کاستله که به عنوان مثال شما وقتی که طرحتون رو روی حالا به بوم که نه، هنوز روی بوم امتحان نکردم، ولی روی مقوا که میکشین و برای اینکه اون طرحی که کشیدین با مداد کم رنگ بشه، اینو روی سطحش هول میدین اینجوری و در واقع اون طرحتون رو کم رنگ تر میکنید و گواش میزنید، حالا رنگ میزنید. بازش هم بکنم براتون که ببینید حالت داره. نگاه کنید حالت میگیره، چه باحاله. اولین بارمه از این پاکن رو میخرم، تو ویدیو دیده بودم. خب ببین چه باحاله. این هم پاکن خمیری. پاکن خمیری هم بهتون بگم این 70,000 تومنه و یه مورد 2-3 مورد دیگر حواسم نبود بزنم توی کادر.
یه لحظه الان میارمشون، اونا رو بهتون نشون میدم. خب چیزای دیگه که خریدم یکیشون اینه، این ماژیک سیدیه که البته برای تنها چیزی که استفاده نمی کنم سیدیه. حالا این سمتش که برای سیدیه که یه نوک انقدی داره، ولی برای کار روی سفال که من میخوام برای دورگیری نقاشی در واقع از این قسمتش استفاده میکنیم. این نوک خیلی باریک داره که تصویر رو زوم کنم روش معلوم بشه. نه چرا رو جلو اوکی، فکر کنم الان مشخص باشه. یه نوک خیلی ظریف داره، دورگیری نقاشی رو روی لون سفال یا مقوا هر چیزی که میکشین میتونین انجام بدین. این 29,000 تومنه. برندش هم چیزه کایزر یا همچین چیزی. خب حالا هم این قلمو رو خریدم، برای بعضی جای نقاشی ازش استفاده میشه. سایزش شماره 4 هستش. این قلمویی که گرفتم قلموی شماره 4. میبینید که پهنه. قلموی باد بزنی گرفتم که در واقع سایزش هم هست 2. اینجا زاده سایز 2. اینو هم گرفتم. قلموی باد بزنیم 105,000 تومنه. این یکیه قلموی زبان گربه‌ای 99,000 تومنه و اینم قلموی شاخه‌زنی پارس 75,000 تومنه. کدشم 30 است. کدش 30 مشخص نیست تو تصویر، ولی 30 و این برای شاخه‌زنی خیلی مناسبه. خب همه چیزی که خریده بودم اینا بود. اگر که هر سوال دیگه ای داشتین لطفاً برام این زیر بنویسید و اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفاً برام بنویسید که هر وقت خرید کردم دانسته هام رو باهاتون به اشتراک بذارم. لطفاً اگر که از این محتوا لذت میبرین و همچنین از دیدن نقاشی های متفاوت لذت میبرید، کانالم رو ببینید، سابسکرایب کنید، چون که توی کانالم کلی نقاشی براتون میذارم و مرحله به مرحله براتون نشون میدم. خلاصه هر چیزی که دوست داشتین این زیر برام بنویسید، من نظراتتون همه رو میخونم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدار.